12 سال بعد بوکسور مشهور روسی ماگود عبدالسلاموف بالاخره به خونه برگشت و مادرش را دوباره در آغوش گرفت. ماگود یک بوکسور حرفه‌ای بود که در یکی از مبارزه‌هایش در نیویورک دچار آسیب جدی مغزی شد، اما پزشکان با سهل‌انگاری وحشتناک فقط نگاهی سطحی به وضعیتش انداختن و حتی سالن رو ترک کردند تا مسابقه بعدی رو ببینن. در نتیجه حال ماگومود سریعاً بد شد. او دچار سکته شد و برای همیشه روی ویلچر نشست. اما در این مسیر سخت همسر شجاعش باکانای لحظه‌ای تنهاش نذاشت. او در کنار نگهداری از ماگومود 3 فرزندش رو هم بزرگ کرد. با کوهی از هزینه‌های درمان روبرو شد و با تمام وجود جنگید. باکانای از پزشکان به خاطر قصور پزشکی شکایت کرد. این پرونده سالها طول کشید، اما در نهایت خانواده موفق شد و 22 میلیون دلار غرامت دریافت کرد. این مبلغ به ماگومود اجازه داد تا تحت بهترین مراقبت‌های توانبخشی قرار بگیره. پزشکان در ابتدا میگفتن اون حتی نمیتونه بشینه، اما با پافشاری و عشق بی‌پایان باکانای حالا هر روز پیشرفت میکنه. باکانای زنی که قدرت، وفاداری و عشقش الهام بخش همه شد. ماگومود توی رینگ میجنگید، ولی بیرون رینگ کسی که واقعا جنگید و از زندگی مشت خورد و تا تهش ایستاد باکانای بود. منو فالو کن و دنیای متفاوت کشف کن.